خانه کجا؟ خانه پیش روی مربوط جامعه. چطور است روز و روزگار وضعیت ما گفتم زندگی؟ بیا برو سعی کو بندید باشه مگه پیسه نان چی کنم نه با جوی معلومات راجعت دیگه روزگار زیاد خراب است. بیخی چرا دلکت پر است پدر؟ روزگار سخت. یعنی دلای ما زیاد نازک شده؟ بسیار آدم ماره خب بلا دفعه ساده اولاد هیچ تو میشه در خانه بری و چیز نباشه اولاد کار. چند نفر هستین در فامیل پدر؟ 6 نفر. 6 نفر. بچه کلانت چند ساله؟ او نمیتون اونجا پایدوی از دکان میکنه او نه با اونجا استاده بغل پایم او نموسته؟ ها او نموسته کاریگر دیگه نانوار خودت است؟ امی از بچگک چطور است پال جان جور صحت خوب است؟ بخیر استی؟ چی رقم کار میکنی اینجا؟ دکان از خودتان است یا؟ نه شاگرد هستی. شاگرد هستی؟ مکتب باز چیز میری؟ مکتب میری. خب هفته چند میته تا؟ هفته 4 نیم ساعت. 4 نیم ساعت. بازور چی میکنی؟ هرچی خانه هست و هرچی خودمون هست. هفته 4 نیم ساعت ماه 18 ساعت میشه نه؟ نمال کاروچی توانش نیست که ما یک چیزی برای پای تو اینو گپا که همه روز مرا یک چیز می‌خواد. یک کراچیگه که اینم یک تایره. یک تایره. اونو نمیاد و بیا با تای که داخل نمیخواد توانش نیست معمولی. یک پنچری دیگه ما تایر بخرم و ویلش هستش. بله. یعنی اینجا خانه‌ای است که شاید بیشتر از 100 سال 100 سال هم چه حالا می‌بینی خانه رو برو بچه در خانه. یعنی اینجا کسای زندگی میکنه که دمو سابق زندگی میکردن زندگیشون اصلی قریه است. مردم است که سابقه از خود قریه میباشه. بالکل. دیگه اینجا زندگی میکنه. به مشکل سابق به مشکل سابق است. یعنی تو پیشرفت نبوده که غیر که برق آمده دیگه یا آب آمده؟ بو یک برق آمده به دیگه بود. تو کسی نیست کلش غریب کار است روزمره است. مردم است که ملک زمین جایداد ندارن. بالکل. من تو در کابل زندگی میکنم. بیا توکل به خدا. همینجا زندگی میکنی؟ یا الله خیر. خانه همینجاست ها؟ این چی هست؟ آشپزخانه.
دوستا ببینین که چقدر دروازه شاید قدامت زیاد باشه کاکا. بله بله بله. و این چی از پدر این نواست؟ خب تو باز میره. یا اورا وزی کجاست؟ اورا وزی نده چکوری باز میکشیم به سطل دو. خب یا الله خیر. سلام علیکم مادر جان خوب هستی بخیر؟ اینجا چی را ماندین؟ بشکی هم برده شیشتانه. الله. دوستای عزیز این شما یک بار ببینین. ما زمان داخل شدیم مادر جان زیر از شیشته بود. بشکه ایره او پر کردن او گرم زیر از پای خدا میمانند تا که گرم شوند. بخاری است مگم چوبش نیست. همه تو راست نی؟ کل زمستان همه تو تیر کردیم؟ کل زمستان همه تو. اونم بچه که کارتانی آورا مرا خودم چی درد است پدر جان در دلت که؟ والا در روزگار است دیگه به حساب روزگار نمیچله. این بچه مایوب است اینو در 4.5 کار میکنه. نه خودم مایوب است. خود از یا مایوب است. دست ندارم. والله تو دستک تا نشان بتی مادر؟ نه دستم حرکت نداره. اول کن که در زود دست کار نمیتن؟ نه نمیتونم نه که در دست کل زمان کراچی سے اونا سرش کار میکنیم تحریف تو پشکفی توان از امام نیست که نه جور کنی جورش اگر نه بچه کاید شکر بچه کت میتونه که اگان چیزی بفروشه یا خودت بفروشه توان پشش نیست بله بله یعنی اگر یک کراچی باشه میتونی که اگان چیز پرتی کار اگان چیز نیست باید باز هر شب شما بشکر جوش میکنین او میمونید جمع میکنم میمونم کمپلا کار من دادیم تا شب باز اونو سونش میکنیم دیگه لیافه کار میکنیم خواهد میکنیم سشت که کار میکنیم با زیاد خونو که هوا سرد هوا سرد چطور کنیم که نباشه روزگار بله کلگی را خوشش میبیاده این دستت بیخی از امشانه فالج است دیگه؟ از همینجا بیخی دیگه تو حرکت که بری؟ نمیشه اینو تو مانده هیچ حرکت ندارم تو مانده کل رگا قطع شده دیگه رگا وقتی یگان کار مثل خمیر یگان کار دیگه که کدام وقت شده که تو احساس ناراحتی کده باشی که کاش که دستکم جور می بود؟ خود چطور نمیکنم که یگان تا نبته که دست نداری خب بیا چیزی که از جانب پروردگار است دیگه رضای است. خب اینجا چند نفر؟ 6 نفر هم یک اتاق هم یک اتاق والله او طرف باز کی است؟ او طرف کس تکت بیادرم شما شما ببینین که امی بشکرک پیشتر ما گفتم ایده تا چی وقتی او جوش کنن گرم شو باز یاد از زیر ازی بیشینن وام 5-6 نفر گرمی جوش بکنن واسه توان نیست؟ بله همینطور است و این خانه خواهی هفته و به نظر من نداره اونو رو هم پلاستیک گرفتن اگر نه اینجا شیشته نمیشه خاطر باران یا کنجگان چیز میمانیم که سرش چی نمیشه از خداوند چی آرزو داری؟ اول خود از خداوند یک آرزو داریم که یک بار میشه و سر تا سری بله یک کار غریبی برای که آدم از موتوری برای بله این حال به خودتان معلوم است نه کار است نه بار است نه نگه است بله اینه میره دیگه ای برشون کس معیوب است
پای دستش یک توان نداره اونو بسد در 4.5 ساعت اونو موفتگی کورا ما نکن پیاز کچالو یک چیز خرچ خودش میشه دیگه کتابکا دا جیبت بود تو بکشی را برای کی گرفتی؟ دیره برای ادمو گرفتیم خب سن بود 12 سکم سال 12 شده باز کم بود بازی در خانه باجیم تلبیسی گفتیم بیارکه یعنی توان از همیام نبود که بخری؟ نه دیگه پیسه کنم اینجا را رفته از خانه باجه خود آورده تا ای که اولادش به جای برسه و مصدر خدمت به خانواده خود و به وطن خود شوه هفته 4.5 ساعت من فکر کنم که یک طفل مصرفش زیادتر است کم یک قوطی شیر هم بخوره 4.5 ساعت رو فکر کنم کفایت نمیکنه دیگه جوان بچه ایره در نان بخوره ایره کتاب بخوره قلم بخوره کتابچه بخوره ای خرچ خانه حالا یک کراچیگه که اگه باشه که مثلا یک میوه و دانه پرتی خوب نیست خب پیسه نداره همیال پایم پیندیده من پیسه توان دکتر ندارم که من پیش دکتر بخورم اینه پای مام میده دستم خواهد اینه پای مام هست زیاد پوندیده ای مادر جان آقا پوندیده خانه کست دیگه توانش ندارم پیش دکتر من دوا دومار کنم چند روز میشه ازی؟ زیاد میشه سال پیش 15 سال بعد دیگه 3-4 ماه خواهد شد حال تو نتونستی بری پیش یک دکتر نه بالاخره رفتم پلاستر که دیگر نداشت پیسه دیگه ماندم گفتم پیسه نیست باشه این خود استه که تا مون تو پای تا می اولادکای چی رقم میشه مادر؟ آه نمیکنم دیگه امی درد تحمل میکنی؟ چطور کنم اگر من میداشتم میرفت من چیز چی میکنم سن اولادم ببینم نیستیم نادادی هر چیزش رنج است او دستکش به او رقم پایش هم از مجبوری که نتانسته توان پول دکتر نداشته چقدر پوندیده ای میگه من میره تحمل میکنم مگم چاره نیست دیگه بیا خداوند پاک غفور و رحیم است پدر از طرف متین جان آریانیتاس که از جرمنی بر ما 9100 روان کرده ایره شما بگیرین مادر جان پیش دکتر ببرین انشالله یک کراچیگه که حمید جور میکنی یا حمید جور میکنی خواه صدقه میکاره باره اینه دیگه یک چوب یک آرد روغن یک 8000 افغانی از طرف برادر ما سمی جان از بلژیم روان کرده که ایره مادر جان میتیم که هم پیسه دوای خدا کنه هم یگان چیز که به خانه کار میشه بگیره صحیح است اینه مادر جان حتما پیش دکتر به خاطر پایتان بریم دیگه باز ما اول تا میگیریم که پیش دکتر رفتی یا نرفتی اگر نرفته بودی باز ما به زور میبریم تا صحیح است دیگه کاکا جان یک تختگک مختگک برام کراچی بگی یک 2500 که یک ترکاری یک چیز پرتی خدا میربان است بچگک تا مزه کنارت باشه خودت هم 100-200 پیدا میتونی نمیتور است نه؟ اینی مهم است برام خب هموطنان عزیز واقعا که در داور بوده ای پس کوچه‌ای که عیسی مراد خان نام داره شاید هزاران خانواده به می حالت گرفتار باشند بله و ما کوچه و کوچه میگردیم تا ای که هموطنای ما را پیدا کنیم که واقعا نیازمند است و یک دعا میکنیم پروردگار عالم کسایی کمک میکنه خدا خیر نصیبشان کنه و در وطن ما یک ارزانی و آرامی را بیاره کل ما آرام شویم خداوند پاک مریضای ما و شما را شفای عاجل کامل نصیب کنه هموطنم برخیز و چشم باز کن فردا نوبت توست آره این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب